خب با عرض سلام خدمت حضار گرامی خانم ها و آقایون، خوشحال هستم که در کنار دوست بسیار عزیزم آقای دکتر سجودی داریم عکس های بسیار تأثیر برانگیز رو از آقای وثوق‌نیا بررسی میکنیم. من پیش از این جلسه افتخار نداشتم آقای وثوق‌نیا رو ببینم و بشناسم، ولی توی این 2 هفته اخیر با کتاب مجموعه عکساشون وارد دنیاشون شدم و به قول آقای دکتر سجودی وارد دنیای داستانی ایشون شدم. من بحثم رو به خاطر اینکه فرصت رو هم سریع رد میشه زمان و فرصت رو از دست میدیم، خیلی سریع وارد بحثم میشم. بحثم چند بخش داره که خیلی سریع واردش میشم. البته بخشی از چیزهایی که نوشته بودم طبق معمول که همیشه ما با هم، من و آقای دکتر سجودی خب خیلی دیدگاهامون به هم نزدیک، زوج موفق هستیم، زوج هنری موفق هستیم. بله ما رو با هم دعوت میکنن، حالا دیگه جلساتی که اینه که بخشیش گفته شده و از اونا رد میشم، ولی از یک جمله که آقای دکترم تو بحثشون مطرح کردن، یعنی آنچه بوده است در عکس، میخوام شروع کنم. از کتاب اتاق روشن رولان بارت، نشان شناس و اندیشمند فرانسوی شروع میکنم. رولان بارت میگه در این کتاب بدین ترتیب نوئم عکاسی این خواهد بود: آن بوده است، توی گیومه، آن بوده است، یا به تعبیری امر رام نشدنی. در زبان لاتین این وجه را بی تردید باید اینترفویی، حالا به زبان فرانسه اینترفویی بخوانند که اینترفویی یعنی فیما بین 2 حقیقت، میان 2 گستره. یعنی آنچه من میبینم در اینجا بوده است، در این مکانی که مابین بیکرانگی و سوژه بسط و گسترش دارد. آن چیز در اینجا بوده و با وجود این بلافاصله و بیواسطه جدا شده است. قطعاً و به گونه انکار نشدنی حاضر بوده است و با این حال تاکنون به تعویق افتاده است. تمام معنای فعل اینترسوم، یعنی در میان چیزی بودن، همین است. با این نقل قول میخوام شروع بکنم، به خاطری که مجموعه کارهای آقای وثوق‌نیا همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن درباره دنیایی که بوده است، آنجا بوده است. بحث اول در واقع خودم رو میخوام با مسئله شهر که آقای دکتر هم بحث کردن بهش اشاره کنم. ببینید، شهر چند ویژگی داره که توی این مجموعه داستان به نظر من به چالش گرفته شده. یک، شهر با انسان تعریف میشه. اینو لوئیس مانفورت بارها توی نوشته‌هاش بهش اشاره میکنه و بسیاری از در واقع انسانشناس‌ها و مردم شناسا توی سالهای اخیر به این اشاره کردن که شهر و انسان هستن. انسان به شهر معنا میده و برعکس شهر هم به انسان‌های درون اون شهر معنا میده. اما ما با یک شهری روبرو هستیم، همینطور که ذکر شد، که از انسان‌ها خالیه. اما جالب اینجاست که در این عکس‌ها ما ردپای انسان‌ها رو آنقدر در این شهر می‌بینیم که انگار ما با شهری روبرو هستیم که، حالا من اینطوری به این تعبیر اینجا تو نوتم نوشتم، شهری که به تمامی زیسته شده است. ببینید این رو مثلا شما اگر در خیلی از شهرهای که تازه شهر شدن یا اینقدر درشون تغییرات اساسی اتفاق افتاده که دیگه ردپایی از پیشش نیست، نمیتونید حس کنید. اما ما در اینجا با شهری روبرو هستیم که به تمامی زیسته شده، یعنی تمام اون تجربه زیستی درش به قول انگلیسا اگزاست شده، تموم شده، کامل شده. شهری که هنوز نشانه های کوچکی از شکوه گذشتهش، از زندگی رو درش میتوان یافت، ولی در این حال شهر مرگ، شهر مردگانه. در مجموعه عکس ها چندین عکس هست که به مرگ اشاره های مشخص داره، تصویرهای آدم هایی که دیگر نیستند مثل قهرمانان ورزشی. تصویری از گورستان داریم، مجموعه از افرادی که در واقع رفتن و حالا ما ازشون سنگ قبر داریم. تصویر مجموعه از شهدا اطراف یک میدان که باز به این در واقع مرگ اشاره داره. پس به تعبیری ما با شهر مرگ روبرو هستیم یا شهر مردگان. مغازه ها اگر دقت کنید بسته هستند در این
شهر. و جالب اینجاست که همونطور که آقای دکتر به ماشین اشاره کردن، من یه خورده اینو کاملترش به این شکل نوشتم ماشین ها، دوچرخه ها، موتورسیکلت ها، قایق ها، کشتی ها، تمام وسایلی که نشان از حرکت دارن، نشان از پویایی دارن و در این حال نشان از عاملیت انسانی دارن، همه رها شدن. ما این وسایل نقلیه رها شده رو میبینیم و به تعبیری وسایلی که کارکرد خودشون رو از دست دادن. در این حال در شهری روبرو هستیم که دیوارهای بسیار بلندی، مکانهایی که انگار پشتش انسان هست رو به یاد ما میندازه، ولی ما به عنوان تماشاچی دسترسی به دنیای درون اونها نداریم. چند تا عکس هست که مشخصاً به خونه ها و ویلاهایی که در اونجا در واقع هست اشاره داره، ولی خیلی جالبه که در تمام این عکس ها عکاس به طور مشخص به دیوارهای بلند و فاصله گرفتن از اون دنیایی که حتما پشتش انسانهایی هستن اشاره داره. پس با تمام این احوال ما با یه شهری مواجهیم که یک مناسبات مریضی با انسان امروزش داره. اما در ادامه میخوام از این بگم که ما در نشان شناسی شهر رو به مثابه فرهنگ در نظر میگیریم و طبیعت رو به مثابه، در واقع دنیای بیرون از شهر رو به مثابه طبیعت. شهر در یک رابطه تقابلی همیشه با طبیعت قرار داشته. شهر جاییه که انسان اون رو ساخته، طبیعت جایی است که انسان پیش از انسان بوده. جالب اینجاست که انزلی و به طور مشخص انزلی، یعنی اینجا دیگه احتمالاً عکس‌های آقای وثوقنیا از خیلی از شهرهای دیگه نمیتونه این در واقع دلالت نشان شناختی رو داشته باشه، فضایی است بین طبیعت و فرهنگ. انزلی به تمامی شهر نیست، انزلی طبیعت و شهر است، یا به تعبیری یک فضای لیمینال یا بینابین شهر و طبیعت است. اما شهر و طبیعت با هم چه میکنن؟ چه در واقع تعامل یا بدبستانی دارند؟ انگار فرهنگ در واقع که ما باهاش روبرو شدیم از دستخوش هجوم طبیعت قرار گرفته. خزه‌ها روی دیوارها رو گرفتن، رنگ عابر پیاده داره از بین میره. مرتب ما نشانه‌هایی از فرهنگ میبینیم که در واقع با طبیعت در واقع رنگ طبیعت خورده و برعکس طبیعت هم در این عکس‌ها مرتب مورد هجوم انسان و فرهنگ قرار گرفته. اون راه‌ها، اون خط‌هایی که انسان روی طبیعت میندازه، این در واقع رفت و برگشت رو مطرح میکنه. در این حال در مورد شهر یک اشاره نشان شناسی دیگر هم میشه کرد. من از اصطلاح پالیمسست که هم ژنت نشان شناس معروف ازش یاد میکنه و پیش از او برخس در نوشته‌هاش از اون یاد میکنه، میخوام یاد کنم. پالیمسست یک متنیه که هر کسی که اومده روش یه خطی انداخته، یه چیزی نوشته و این نوشته ها مرتب ردشون باقی مونده. ما با عکسایی روبرو هستیم که پالیمسسته، یه تیکه از یه ماشین گوشه یک جاده مونده، اون انگار ردیه از یک مناسبات فرهنگی، از یک زمان دیگر و غیره که روی این شهر افتاده. ولی در این حال در تمام عکس ها خطهای دیگری هم هست، انگار دیواریه که روش شما هی نوشته میبینید. پس نشانه هایی از گفتمان های متفاوت و متضادی رو بر روی این شهر میبینیم که اینها هر کدوم نشان خودشون رو یا به گفته آقای دکتر تریس خودشون یا رد خودشون رو گذاشتن. از همینجا میخوام به بحث بعدیم برسم که فکر میکنم بهش مرتبطه. اونم اینه که ما در این عکس ها یک گفتگوی مداوم بین نشانه های کلامی و نشانه های تصویری داریم. بسیاری از عکس هایی که تو این مجموعه میبینیم درش تابلوهایی وجود دارن که این تابلوها نشان از یک مجموعه دلالت‌های خودشون رو دارن. یه عکس بسیار فوق‌العاده تو این مجموعه هست از یک ساختمان بسیار قدیمی، شکوهمند،
که در جلوش یک تابلوی بسیار بزرگ، حالا این مثلا صنایع آلومینیوم علی رو شما داشته باشید ولی بسیار باز اینجا ما میبینیم، ولی در اونجا یک چیزی درباره سنجش و اینکه بدون کنکور وارد دانشگاه شوید. این تنش بین دنیای در واقع نشانه های کلامی و نشانه های تصویری هم مثل تنش فرهنگ و طبیعت یک نوع تنش دیگه است که تو این عکس‌ها اتفاق میفته. من باز میخوام به بارت برگردم. بارت در کتاب اتاق روشنش دو تا اصطلاح رو به کار میبره به نام استودیوم و پانکتوم. میگه استودیوم اون در واقع فرهنگ یا اون دلالت متعارف از یه عکسه. هر عکسی یه دلالت متعارف داره، مثلا طبیعت، مثلا زیبایی، مثلا جایی برای تفریح و غیره و غیره. ولی در این حال به اعتقاد بارت در تمام عکس‌ها یا عکس‌های خیلی خوب همیشه یک نشانه‌ای وجود داره که استودیوم رو سوراخ میکنه. پانکتوم از کلمه پنچر، پانکچر میاد، پنچر میکنه. یه نقطه‌ای تو عکس هست که اون مفهوم یا دلالت متعارفش رو به چالش میگیره. به اعتقاد من این جملاتی مثل به تالاب گل لاله خوش آمدید، یا مثل همون سنجش و نمیدونم بدون کنکور وارد دانشگاه شوید، یا سالن آرایش به صورت خیلی بزرگ که در جلوی یک سینما قرار داره و اصلا خود تابلوی سینما که زیرش تنها چیزی که وجود نداره سینماست، دو سه تا میوه فروشی و بقالی هستن و در واقع ما اصلا نمیدونیم که این تابلوی گلبانو مثلا آرایش گلبانو هستش که روی یک خونه جلوی یک خونه در یک خونه قرار داره. و خیلی جالبه که خود اون سینما هم حتی از نظر یه نشان تصویری دیگه به سینما ارجاع نداره. من تمام این نشانه های تصویری رو پانکتوم هایی میدونم یا نقاطی نشانه هایی میدونم که تمام متن ها رو داره سوراخ میکنه، داره متن اصلی رو مورد در واقع باز تعریف قرار میده. نشانه های کلامی در این عکس ها اشاره به جریانی یا سبکی از زندگی یا گفتمانی دارند که در عکس ها حضور نداره و از اون مهمتر با فضای عکس ها در یک تضاد بسیار چشمگیریه. نشانه های تصویری کلامی بیشتر نشان از صنعت، دانش، لذت، ثروت و این گونه مفاهیم داره، مفاهیمی که با اون زمینه هایی که در واقع عکس ازش، مثلا این یکی از عکس های بسیار خوب تو این زمینه است، هیچ گونه سنخیتی نداره و در واقع در برابرش قرار میگیره. از اینجا میخوام به بحث بعدیم برم و اونم اینه که در همونطور که انزلی آقای وثوقنیا فضای لیمینال و پالیمسستی هستش، در این حال حکایت از زمانی لیمینال و پالیمسستی هم میکنه. زمان این عکس ها، باز اشاره به صحبت آقای دکتر هم دارم که زمان این عکس ها زمان دنیاییه که رو به زوال، از بین داره میره، داره میگذره ازش، ولی در عین حال آنچه که بجاش هم اومده ما فقط یک در واقع نشانه های یا ردهایی ازش داریم. دنیایی که یک افتخار و شکوه گذشته داره ولی در این حال نوعی صنعت، صنایع آلومینیوم و غیره قراره که آینده این شهر رو به گونه‌ای رقم بزنه. زمان این عکس‌ها زمانیه که انگار ایستاده، یک نوع ایستایی ما در این عکس‌ها می‌بینیم، ایستایی زمان. ولی خیلی جالبه که باز از دید نشان شناسی یک تقابل دیگر هم در عکس‌ها، در بعضی از عکس‌ها میتونیم ببینیم. حتی اونهایی که آب و دریا رو نداره، حکایت از این داره که ما در روی خشکی در کنار آب مثل این عکس در واقع قرار داریم. باز اینجا یه تنش بین آب و در واقع خشکی اتفاق میفته. اما برگردم به بحث زمان. زمان این عکس ها یک زمان لیمیناله، یک زمان ایستاست. چیزی که در این عکس ها در این حال یک پویایی داره از نظر در واقع زمانی
آبه. آب توی عکس ها، توی 3 تا عکس قبلتر اگر بریم، بله همین عکس، ببینید در این عکس ما میبینیم که این عکس از داخل ماشین گرفته شده و قطرات آب روی شیشه ماشین افتاده و ما داریم عکس رو از سوی قطرات آب میبینیم. انگار آب تنها چیزیه که داره حرکت داره اتفاق میفته، پویایی داره، حالا چه به شکل دریا چه به شکل بارون و غیره. و در این حال نوعی تنش نشان شناسی بین خشکی و آب اتفاق میفته. خشکی که در واقع به ایستایی رسیده و آبی که در واقع هنوز حرکت داره و هنوز زندگی داره. در ادامه بحثم یک نکته دیگه میخوام واردش بشم و اون هم نوشته آقای آروین ایلبیگی است که آقای دکترم بهش اشاره کردن. نوشته آروین ایلبیگی که البته توی نمایشگاه نشان داده نشده ولی توی کتاب هست و شما اگر که کتاب رو داشته باشید احتمالا اون رو خواهید خوند. یک پیرامتن هستش یا به طور مشخص‌تر از دید نشان شناسی یک رابطه ترامتنی با متن اصلی ایفا میکنه. باز من به ژنت برمیگردم. ژنت میگه متن‌هایی هستن که در کنار همدیگه در واقع دلالت‌ها یا معانی رو رد و بدل میکنن. آروین ایلبیگی در نوشته بسیار زیباش که من واقعا لذت بردم از تجربه خودش، کودکی خودش، از انزلی میگه، از تاریخ انزلی میگه و نهایتاً از نگاهش به عنوان یه انزلیچی به عکس‌های یک نه انزلیچی صحبت میکنه. وقتی که شما عکس‌ها رو با نوشته آروین ایلبیگی میخونید جور دیگری مسلماً خواهید خوندش تا بدون او. در واقع او هم فرامتنی ایجاد میکنه به معنی اینکه متا تکس ایجاد میکنه، یعنی یک رابطه نقادانه نسبت به عکس‌ها ایجاد میکنه، درست مثل نوشته آقای مهران مهاجر و دیگران، و در این حال یک پیرامتن ایجاد میکنه درست مثل تیتراژ یک فیلم که با فیلم در واقع یک دیالوگ داره. تیتراژ فیلم میتونه اون فیلم رو تایید کنه، میتونه فیلم رو نقد کنه، میتونه در تضاد با در واقع فیلم حرکت بکنه. در اینجا هم نوشته آروین ایلبیگی نوشته یک انزلیچیه که از درون انزلی یا تجربه های درون انزلی نگاه میکنه. ولی فراموش نکنیم که عکس ها درباره یک مؤلفیه که از بیرون به انزلی نگاه میکنه، کسی که تجربه زیستی گذشته انزلی رو ندیده، همین امروز انزلی رو داره با ما شریک میشه. آنچه که آروین ایلبیگی اضافه میکنه به این عکس ها باعث میشه که ما پالیمسست ها رو بهتر بخونیم. من البته با اون نکته نوستالژی موافقم که عکس ها اون نوستالژی رو ندارن و نوشته آروین ایلبیگی داره، این مسلمه، ولی در عین حال یک در واقع این پالیمسستی که در عکس ها وجود داره رو انگار آروین ایلبیگی برای ما رد پاهاشون یا ارجاهاشون رو برای ما روشن میکنه و از این جهت به نظر من کار بسیار با ارزشی است و حتما مقاله ایشون رو من پیشنهاد میکنم همه بخونن. حداقل من وقتی این مقاله رو خوندم فهمیدم که انزلی کجا بوده و چی بوده و تاریخش چی بوده. خیلی بخش عمده‌ای از صحبت‌های نوشته ایشون رو من درباره انزلی نمیدونستم. حرفم رو میخوام برای که بتونیم اگه بشه یک صحبت گفتگو هم با هم داشته باشیم با پرسش و پاسخ، میخوام با این تمام بکنم که مجموعه انزلی آقای وثوقنیا نشان از، همونطور که گفته شد، نشان از شهری داره که دیگر شهر نیست، یا به تعبیری نشان از شهری داره که در حال زوال، رو به زواله. اما آیا وظیفه عکاسی همین نیست که نشان بدهد چیزی را که در حال از دست رفتنه؟ متشکرم.